عملهای قدرتمند. دکتر جو ویتل. بسیاری ها در وضعیتی که دارند احساس زندانی و گرفتار بودن میکنند. شما در حال حاضر در هر وضعیتی که باشید این واقعیت اجرایی شماست و وقتی که از روز استفاده میکنید این واقعیت جاری تغییر مییابد. واقعیت جاری یا زندگی حاضره شما نتیجه اندیشه هایی است که در سر دارید. وقتی اندیشه های خود را تغییر دهید واقعیت های زندگیتان هم تغییر میکند. این که این انسان بتواند خودش را تغییر دهد و بر سرنوشت خود فرمانروا گردد نتیجه گری ذهن است که به قدرت فکر درست اعتقاد دارد. کریستین دی لارسون 1866 1954. لیزا نیکولز. اگر می‌خواهید که موقعیت خود را تغییر بدهید ابتدا باید در اندیشتان تجدید نظر کنید. هر بار در نامه‌های دریافتی خود دنبال رسیدی پرداختی بگردید بدونید که آن را پیدا می‌کنید. هر روزی که نگران رسیدی پرداختی خود باشید دستاوردی بزرگ پیدا نمی‌کنید. وقتی درباره قرضداری فکر کنید قرضداری نصیبتان می‌شود. رسیدی پرداختی باید به دستتان برسد تا فکر نکنید شعورتان را از دست داده اید. هر روز اگر از خود پرسید که رسیدی پرداختی هم رسیده است بدانید که آن را دریافت خواهید کرد. رسیدی پرداختی وجود دارد؟ بله وجود دارد. چرا؟ برای اینکه انتظارش را داشتید. انتظار داشته باشید که کسی برای شما چک بفرستد. انتظار داشتن نیروی جذب کننده قدرتمند است، زیرا همه چیز را به سوی شما جلب می کند. همانطور که باب پروکتور می گوید آرزو کنید که آنچه را می خواهید به دست آورده اید تا نصیب شما شود. به این توجه نکنید که چیزی را نمی خواهید. به این توجه کنید که چی می خواهید. حالا چه انتظاری دارید؟ جیمز رای. اکثر اشخاص به حال و روز کنونی خود نگاه می کنند و می گویند من این هستم. شما این نیستید. شما این بودید. برای مثال فرض کنیم که در حساب بانکی خود پول ندارید یا رابطه را که دوست می‌دارید ندارید و یا سلامتی و آمادگی جسمانیتان در حدی دلخواه نیست. اینها همه از آن کسی است که در گذشته بودید. اینها نتیجه افکار گذشته شماست. بنابراین ما همیشه تحت تاثیر اندیشه‌های گذشته خود زندگی می‌کنیم. هر طرف که حالا درباره خود فکر کنید در آینده به همان تبدیل خواهد شد. آنچه ما هستیم نتیجه اندیشه‌های گذشته ماست. بودا. جریان قدرتمند حق شناسی. دکتر جو ویتل. در همین لحظه چی می توانید بکنید که زندگیتان را دگرگون سازید؟ اولین کاری که باید بکنید تهیه فهرست چیزهایی است که باید به خاطرشان سپاسگزار باشید. این کار انرژی شما را جابجا می کند و اندیشه‌تان را تغییر می دهد. ممکن است تا به حال با آنچه ندارید فکر کرده باشید. ممکن است به گرفتاری ها و مشکلی های خود فکر کرده باشید. اما وقتی این تمرین را انجام می دهید در راه دیگری به حرکت می درآیید. حق شناسی همه آن چیزهایی می شود که به شما ارزانی شده است. اگر اینکه قدرشناسی و سپاسگزاری شما را با قدرت خلاف عالم هستی هماهنگ می کند برایتان نکته نویست. بدانید که عینی حقیقت است. مارسی شیموف. حق شناسی چیزی است که بر بخشش های زندگی شما می افزاید. دکتر جان گری، روانشناس، نویسنده و سخنران بین المللی. هر مرد وقت زنش قدرشناسی کارهای جزئی او باشد می خواهد به زنش خدمت بیشتری بکند. همه چیز به قدردانی و قدرشناسی مربوط می شود. دکتر جان دمارتین. آنچه را دربارش فکر کنیم و به خاطرش سپاسگزار باشیم به زندگی خود راه می دهیم. جیمز رای. قدرشناسی برای من اقدام قدرتمندی بوده است. هر روز صبح که بیدار می شوم خدا را شکر می کنم. همه روز وقتی پایهایم را روی زمین می گذارم از لفظ شکر می کنم استفاده می کنم. بعد کارهایی را که باید صبح اولی وقت انجام می دهم انجام می دهم. کارهایی را از قبیل مسواک زدن دندانها. وقتی مسواک را روی دندانهای و میلکایم احساس می کنم معنای سپاسگزاری و حق شناسی را تجربه می نمایم.
روزی رو که با جیمز رای فیلم برداری میکردیم هرگز از یاد نمیبرم. از آن روز به بعد کوشش کردم من هم به پیروی از جیمز رای کاری او را بکنم. صبح هرگز رخت خواب را ترک نمی کنم مگر با احساس تشکر و سپاسگزاری. بعد وقتی از جای خوابم پایین می آیم و پایم زمین را لمس می کند لفظی شکر می کنم را به زبان می آورم. با هر قدمی که به سمت دستشویی می بردارم به گفتن شکر می کنم و شکر کردن ادامه می دهم. وقتی دوش می گیرم باز هم خدا را شکر می کنم. تا زمانی که کارهای روزانم شروع می شود صدها بار شکر می کنم گفتم. با این کار روز قدرتمندی را شروع می کنم. همین طور طول موج خودم را تنظیم می کنم و چگونگی روزی را که می خواهم در پیش داشته باشم مشخص می سازم. من اجازه نمی دهم از خواب بیدار شوم و بگذارم روز هر طور که می خواهد مرا تحت فرمان قرار دهد. شما آفرینده زندگی خود هستید. از این رو آن طور که می خواهید زندگی خود را شکل بدهید. در تمام تاریخ معلمان بزرگ سپاسگزاری و حق شناسی را آموزش دادند. در کتاب علم ثروتمند شدن اثری ویلز والترز در سال 1910 که زندگی مرا دگرگون ساخت طولانی ترین فصل را به سپاسگزاری بخشیده است. هر معلم که در فیلم راز به زندگی او اشاره کرده ایم از سپاسگزاری و حق شناسی همچون بخشی از زندگی خود یاد می کند. اکثری آنها روزانه‌شان را با حق شناسی آغاز می کنند. جا شوگرمن که مرد جالب و کارفرمای موفق است فیلم راز را دید و با من تماس گرفت. گفت بخش حق شناسی فیلم بیش از دیگر بخش‌ها او را تحت تاثیر قرار داده است. گفت حق شناس و سپاسگزار بودن سبب اصلی همین دستاوردها و موفقیت‌های زندگی او بوده است. جا با هم موفقیت‌هایی که نصیب خود کرده است همچنین همه روزه برای کوچکترین کارها و رویدادهای زندگیش اظهار حق شناسی می‌کند. وقت نقطه برای ایستی اتومبیلش پیدا می‌کند خدا را شکر می‌کند. جا از قدرت سپاسگزاری آگاه است. سپاسگزاری بخش از زندگی اوست. از جمع آنچه در زندگی آموخته‌ام و آنچه از راز برداشته و تجربه کرده‌ام چیزی به اندازه احساس حق شناسی به من تأثیر نداشته است. اگر قرار باشد از راز تنها یک نکته بیاموزد باید آن باشد که از حق شناسی آنقدر استفاده کند تا بخش از زندگی شما شود. دکتر جو ویتل به محض اینکه احساس دگرگون نسبت آنچه تا کنون داشته اید پیدا میکند چیزهای خوب بیشتری را به زندگی خود جذب میکند. چیزهای بیشتری که بتوانید به خاطرشان سپاسگزار باشید. میتوانید به اطراف خود نگاه کنید و بگویید خوب اتومبیل دلخواهم را ندارم، خانه را که میخواهم ندارم، همسر را که میخواهم ندارم، از سلامتی دلخواهم محروم هستم. بدانید اینها چیزهایی هستند که نمیخواهید داشته باشید. بجای آن روی آن چی دارید و به خاطرش سپاسگزار تأکید کنید. از جمله خوشحال باشید. چشمانی دارید که میتوانید این عبارت را بخوانند. خوشحال باشید لباسهایی دارید که بر تن کنید. بله ممکن است دلتان بخواهد چیز دیگری داشته باشید و میتوانید خیلی زود صاحب آنها هم بشوید. کافی است به خاطر آنچه دارید خدا را شکرگزار باشید. خیلی ها با عکس موفقیت هایی که در زندگی خود به دست میآورند صرفاً به این دلیل که حق شناس نیستند در فقر زندگی میکنند. ویلس آتیلز غیر ممکن است به خاطر آنچه دارید شکرگزار نباشید و بتوانید چیزهای بیشتری را نصیب خود کنید. چرا؟ به این سبب که احساسات و افکاری که از خود خارج میکنید احساسات منفی هستند و نشان از حق ناشناسی شما دارند. این احساسات خواه حسادت، رنجش و ناراضیتی باشند، خواه احساسی به قدری کافی ندارند، نمیتوانند آنچه را شما میخواهید در اختیارتان بگذارند. فقط چیزهایی را که نمیخواهید به شما میدهد. این احساسات منفی مانعی آن میشوند که چیزهای خوب نصیب شما شود. اگر خواهانی اتومبیلی نوی باشد اما برای اتومبیلی که در حال حاضر دارید حق شناس نباشد احساس منفی از خود به کائنات میفرستید. به خاطر آنچه دارید سپاسگزار باشید. وقتی با آنچه در زندگی دارید و از داشتن آنها سپاسگزارید فکر میکنید به چیزهای بیشتری دست پیدا میکنید تا از آنها هم سپاسگزار باشید. باید شروع کنید تا کانون جذب سپاسگزاری شما را برگیرد و بیشتر به شما بدهد. سپاسگزار بودن هر روزه مجرای است که از طریق آن ثروت به سوی شما روان می شود. والیس واتلز
لی براون، متخصص و مشاوری به دست آوردن ثروت، نویسنده و معلم: فکر میکنم برای همگاه پیش می آید که بگویند وضعیتی موافق مقصد نیست یا وضعی بدی دارم. خودی من وقتی در خانواده هم به مشکلی روبرو می شدم، ریگی از زمین می برداشتم و در جیبم می گذاشتم. بعد هر وقت دستم را در جیبم فرو می کردم و آن ریگ را لمس می نمودم. خداوند را از آنچه داشتم شکر می کردم. همه روز وقت لباسم را از جایش می گرفتم، ریگ را در جیبم می گذاشتم و با آنچه داشتم و از داشتنش خوشحال بودم فکر می کردم شب چی می کردم. ریگ را از جیبم می برآوردم تا صبح روز بعد دوباره در جیبم گذارم. در این زمینه تجربه های بسیار جالبی دارم. جوان از اهالی کشور آفریقای جنوبی دید که این کار را میکنم. ماجرا را برایش توضیح دادم و او بعد آن ریگ را بر ریگ سپاسگزاری نام داد. 2 هفته بعد از او از آفریقای جنوبی ایمیل دریافت کردم. برایم نوشته بود: فرزندم در اثر بیماری نادر در حال مرگ است. او به نوعی از بیماری هپاتیت گرفتار شده است. ممکن است که برایم 3 ریگ سپاسگزاری بفرستید. آنها ریگ‌های معمولی بودند که من در خیابان پیداشان می‌کردم. از این رو به او جواب دادم: بله، حتما. خواستم ریگ‌ها کمی دیگرگون و خاص باشند. از این رو کنار نهر رفتم تا ریگ‌های مورد نظرم را پیدا کنم. ریگ‌ها را برای او فرستادم. 4-5 ماه بعد ایمیل دیگری از او دریافت کردم. نوشته بود: حال پسرم بهتر شده است، اما بگذارید مطلبی را به شما بگویم. ما در اینجا تا کنون بیش از 1000 ریگ سپاسگزاری را به نرخ هر عدد $10 به مردم فروختیم. می خواهیم این پول را در اختیار یک مؤسسه خیریه قرار بدهیم. با این حساب می بینید که حق شناس و سپاسگزار بودن تا چه اندازه اهمیت دارد. آلبرت اینشتین، دانشمند بزرگ، نگاه ها به زمان، فضا و نیروی جاذبه را دیگرگون ساخت. با توجه به دوران سختی که در کودکی پشت سر گذاشته بود، دشوار به نظر می رسید که بتواند به این همه موفقیت ها دست پیدا کند. اینشتین از یک بخش قابل ملاحظه راز آگاهی داشت. او روز صدها بار لفظی شکر میکنم را به زبان جاری میکرد. سپاسگزاری همه دانشمندان بزرگی بود که قبل از او زندگی کرده و راه را برای موفقیت های او هموار نموده بودند. یکی از قدرتمندترین مورد استفاده از سپاسگزاری را میتوانید در عملهای خلاف رسیدن به هدفهایتان در نظر بگیرید. همون طوری که بوب پروکتور در قدم اولی عملهای خلاف شرح داد: خواسته هایتان را نویسید. هر جمله را با عبارتی خوشحال و سپاسگزارم که آغاز کنید و بعد بقیه خواسته تان را بنویسید. وقتی طور تشکر میکنید که گویا به خواسته خود دست یافتید، عالمی هستی علامت قدرتمندی به شما میدهد. این علامت میگوید که شما پیشکی به خواسته خود رسیده اید، زیرا به خاطر داشتنش سپاسگزارید. هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید شکرگزاری کنید. فرض کنید که روزی بزرگی را پشت سر گذاشته اید. از لحظه‌ای که راز را کشف کردم و کوشیدم که آن را به مردم جهان برسانم، همه روز به خاطر فیلم راز خداوند را شکر کردم. سپاسگزار شدم که این فیلم میتواند به همه مردم جهان شادی و نشاط بدهد. نمیدانستم که چگونه این آگاهی را روی پرده سینما بیاورم، اما باور کردم که این را درک خواهم کرد. متمرکز باقی ماندم تا به نتیجه برسم. پیشکی احساسی تشکر و سپاسگزاری داشتم. همین طور دروازه ها بر رویم کشاده شد تا سیل جادویی مرا در بر بگیرد. تا به امروز احساسی سپاسگزاری در من و تهیه کنندگان فیلم راز باقی مانده است. تبدیل به بخشی از زندگی ما شده است. عملهای قدرتمند تصویرسازی. تصویرسازی عملی است که همه معلمان بزرگ در زمانهای گوناگون و نیز همه معلمان بزرگی که در حال حاضر در قید حیاتند با آن اشاره کردند. چارلز هایل در کتاب نظام شاهکلید که در سال 1912 به رشته طراحی درآورد و 24 مشق هفتگی برای آموختن تصویرسازی اشاره می‌کند. سر قدرت زیادی تصویرسازی این است که وقتی آنچه را که می‌خواهید در ذهن تصویر می‌کند، احساس و اندیشه داشتن آن را در خود ایجاد می‌نماید. این تصویرسازی احساسات قدرتمند در شما ایجاد می‌کند. وقتی تصویرسازی می‌کنید، لرزش قدرتمند به کائنات می‌فرستید.
قانون جذب این علامت قدرتمند را در اختیار می‌گیرد و آن تصویر را به شما باز می‌گرداند. آن هم عیناً به همان شکلی که در ذهن خود تصویر سازی کرده اید. دکتر دنیس ویتلی: من عملهای تصویر سازی را از برنامه اپولو گرفتم و در دهه سال 1980 و 1990 در برنامه المپیک جای دادم. اسمش را مشق حرکت دیداری گذاشتم. وقتی چیزی را تصویر سازی میکنید آن را واقعیت میبخشید. در اینجا به نکته جالب در مورد ذهن میرسیم. ما از قهرمانان المپیک خواستیم بازی خود را در ذهنشان تصویر سازی کنند. از دستاوردهای پیچیده عکس‌العمل زیستی برای بررسی تاثیرگذاری تصویرسازی استفاده نمودیم. به این نتیجه رسیدیم که همان حجره‌هایی که در جریان مسابقه‌های رسمی فعال می‌شوند، در اینجا هم فعال می‌گردند. چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد؟ سببش این است که مغز نمی‌تواند تجربه خیالی را از تجربه حقیقی فرق کند. هر آنچه در ذهن خود ببینید، بدنتان آن را به همان شکل به نمایش می‌گذارد. به اختراعکاران و اختراعهای آنها توجه کنید. به برادران رایت و هواپیما بیاندیشید. جورج ایستمن و فیلم را پیش نظر آورید. به توماس ادیسون و لامپه روشنی فکر کنید. الکساندر گراهم و تلفن را به یاد آورید. همه چیز تنها به این دلیل اختراع شده است که کسی آن را قبلا در ذهنش تصویر کرده است. این مردان بزرگ راز را می شناختند. اینها کسانی بودند که به آنچه غیر واقعی بود ایمان داشتند. می دانستند نیروی در آنها وجود دارد که می تواند اختراع واقعی را سبب شود. ایمان و تصور و تخیل آنها سبب کامل شدن بنی آدم شده است و ما همه روز از حاصل ذهن آفرینده آنها بهره برداری میکنیم. ممکن است با خود بگویید من از ذهن اشخاص بزرگ بی بهره‌ام. آنها می توانستند چون این چیزهای را تصویر سازی کنند، اما من نمی توانم. این طور نیست. وقتی به تحقیق راز ادامه می دهید می بینید که نه تنها از جهت ذهنی کم ندارد بلکه برتری هم دارد. مایکل دولی: وقتی تصویر سازی می کنید، وقتی تصویر را در ذهن خود به نمایش می گذارید، همیشه به نتیجه کار فکر کنید. اجازه بدهید مثال آرام. به پشت دستهایتان نگاه کنید. همین حالا این کار را بکنید. واقعاً به پشت دستهایتان نگاه کنید. به رنگ پوستتان چین و چروک ها را، رگ های خونی، انگشتری که بر انگشت دارید و به ناخن‌هایتان. همه جزئیات را در نظر بگیرید. عیناً قبل از اینکه چشمانتان را ببندید ببینید که دستهای و انگشتانتان فرمان اتومبیلی نوی را که همیشه آن را می‌خواستید گرفتند. دکتر جو ویتل: این تجربه است کاملا تصویری. به قدر واقعی است که احساس نمی کنید به اتومبیل نو احتیاج دارید، زیرا احساس شما به گونه است که گویا پیشکی این اتومبیل را به دست آورده اید. سخنان دکتر ویتل به طور فهمای و درخشان مکانی را که هنگام تصویرسازی می‌خواهید به آنجا برسید مشخص کرده است. وقتی چشمانتان را باز می‌کنید و در خود احساس نشاط می‌کنید، تصویرسازیتان حقیقی می‌شود. ذهن شما جایگاهی است که همه چیز در آن ساخته می‌شود. در این میدان دارای همه چیز هستید. وقتی این را احساس کنید از آن آگاه می‌گردید. جک کانفیلد: احساس است که سبب جذب می‌شود. خیلی ها فکر میکنند اگر مثبت بیاندیشم، اگر آنچه را که میخواهم تصویر سازی کنم کافی است. اما اگر این کار را بکنید و احساس سری و سرشاری نداشته باشید، قدرت جذب را ایجاد نمی کنید. بوب دایل: احساس کنید که براستی در آن اتومبیل نشسته اید. نه اینکه آرزو کنید که کاش در آن اتومبیل نشسته بودید. نه اینکه بگویید روزی در آن اتومبیل خواهید نشست. این گونه در حال حاضر صاحب چیزی نیستید. همه چیز مربوط به آینده است. اگر در این احساس باقی بمانید همیشه آینده دار خواهید ماند. مایکل برنارد بکبیت: حالا این احساس و این نگاه درون تبدیل به دری می شود که از میان آن قدرت کائنات خودش را نشان می دهد. قدرت چیست؟ نمیدانم. تنها می دانم که وجود دارد. الکساندر گراهام بیل: جک کانفیلد: کار ما سر در آوردن از چگونه نیست،
چگونه خودش را در عهده‌داری و باور داشتن به چه جلوگر می سازد؟ مایکل دولی. چگونه؟ قلمرو کائنات است. کائنات همیشه کوتاه‌ترین، آسان‌ترین و هماهنگ‌ترین راه میان شما و آرزوهایتان را می‌داند. دکتر جو ویتل. اگر به کائنات واگذار کنید از آنچه به دست می آورید حیرت زده می شوید، این همان جایی است که معجزه روی می دهد. معلمان راز همه از عنصرهایی که هنگام تصویرسازی به کار می برید آگاه هستند. وقتی تصویر را در ذهن خود می بینید و احساس می کنید به این نتیجه می رسید که آن را دارید، این گونه به عالم هستی اعتماد می کنید، زیرا به نتیجه پایانی فکر می کنید و احساس آن را تجربه می نمایید. به این که چگونه به دست می آید کار ندارید. تصویر ذهنی شما کار را انجام شده می بیند، احساسات شما آن را انجام شده می بیند. این هنر تصویر سازی است. دکتر جو ویتل. باید این کار را همه روز انجام بدهید، اما هرگز نباید تبدیل به کار و وظیفه شوید. آنچه برای راز مهم است داشتن حال و احساس خوب است. میخواهید تحت تأثیر این عملها به احساس شادی برسید. میخواهید تا حدی که امکان دارد شاد و خوشحال شوید. همه از توانمندی تصویر سازی برخوردارند. اجازه بدهید این را با تصویری از آشپزخانه برایتان اثبات کنم. یک لحظه تصویر آشپزخانه را از ذهنتان بیرون کنید. درباره آشپزخانه‌تان فکر نکنید. تصویری آن را از ذهنتان پاک کنید. برای اینکه این کار را بکنید آشپزخانه را در ذهنتان تصویر کردید، نه؟ همه چیز بدانند و چی ندانند تصویر سازی میکنند. تصویر سازی بزرگترین راز موفقیت است. برینت. دکتر جان دیمارتینی در همایش‌های خود مطلبی را در مورد تصویرسازی بیان می‌کند. او می‌گوید اگر تصویری ایستاده در ذهن خود بسازید، نگه داشتن آن دشوار می‌شود. از این رو حرکت‌های بسیاری را در تصویر خود جای دهید. برای شرح بیشتر برای دیگر آشپزخانه را در نظر بگیرید. این بار خود را ببینید که وارد آشپزخانه می‌شوید. به سمت یخدان می‌روید. دستتان را روی دستگیره آن می‌گذارید. در یخدان را باز می‌کنید. به درون آن نگاه می‌اندازید و شیشه آبی خنک در آن پیدا می‌کنید. حالا دستتان را دراز کنید و شیشه را بردارید. می‌توانید سردی آن را در دست‌هایتان احساس کنید. شیشه آب را در یک دست می‌گیرید و با دست دیگر در یخدان را می‌بندید. حالا که آشپزخانه را به همه جزئیاتش در نظر می‌گیرید، نگه داشتن تصویر در ذهنتان ساده تر می شود، نه؟ همه ما از توانمندی ها و امکانات های بر مراتب بیش از آنچه می دانیم برخورداریم و تصویر سازی یکی از بزرگترین این قدرت هاست. اصول های قدرتمندی در عمل. مرسی شیموف. تنها تفاوت میان کسانی که این گونه زندگی می کنند، یعنی آنهایی که در معجزه زندگی عمر می‌گذرانند، با کسانی که این کار را نمی‌کنند این است که آنهایی که در معجزه زندگی عمر به سر می‌برند به روش‌های زیستن عادت کردن از قانون جذب استفاده کنند. اینها به هر جا که بروند معجزه را با خود می‌برند، زیرا استفاده کردن از آن را به خاطر می‌آورند. تمام مدت از آن استفاده می‌کنند و آن را حادثه فقط برای یک بار در نظر نمی دارند. در اینجا به دو حکایت واقعی می رسیم که بر روشنی قانون قدرتمندی جذب را نشان می دهند و نقش عالمی هستی را می نمایانند. اولین حکایت مربوط به زنی به نام جینی است که دیویندهای راز را خرید. او روز یک بار فیلم را تماشا می کرد تا پیام‌های آن را به خوبی درک کند. به خصوص تحت تاثیر گفته‌های بوب پروکتور قرار گرفت و به نظرش رسید چه خوب می شود با او ملاقات داشته باشد. صبح روز جینی وقتی برای گرفتن نامه‌هایش در صندوق پشت را باز کرد، با کمال تعجب دید که پاچتچی به اشتباه نامه را که به بوب پروکتور تعلق داشت به صندوق او انداخته است. آنچه جینی نمی‌دانست این بود که بوب پروکتور چند کوچه دورتر از او زندگی می‌کرد. از این جالبتر پلاک خانه جینی با پلاک خانه بوب پروکتور یکی بود. جینی فوراً مرا با خود گرفت تا آن را با صاحبش برساند. باور میکنید
چقدر خوشحال شد که وقتی پشت دری خانه باب ایستاده بود، در باز شد و او پشت آن پدیدار شد. باب خیلی کم در خانه‌اش حضور دارد، زیرا بیشتر به نقطه‌های گوناگون دنیا سفر می‌کند تا درس بدهد. اما مدرسی عالمی هستی زمانی مناسب را به خوبی تشخیص می‌دهد. حکایت دوم مربوط به پسری 10 ساله به نام کالین است که فیلم راز را دیده بود و از آن به شدت خوشش آمده بود. خانواده کالین برای سفر 1 هفته‌ای به دیزنی اورولد رفتند. در روز اول با صفحه طولانی کسانی که مقصدی بازی داشتند روبرو گردیدند. از آن رو کالین آن شب پیش از این که به خواب برود با خود گفت فردا از بازی ها لذت میبرم و هرگز در صف منتظر نمیمانم. صبح روزی بعد کالین و خانواده‌اش پیش درهای درآمدی ورزشگاه ایستاده بودند که درها گشاده شد. در این زمان یکی از کارآمندان آنجا به آنها نزدیک شد و پرسید آیا آنها اولین خانواده بودند که آمدند؟ همین طور خانواده کالین صاحبی بلیط‌های شدند که باعث شد که مجبور نباشند برای بازی کردن در هیچ صف معطل شوند. این چیزی بود بیشتر از خواسته کالین در شبی پیش. هیچ عملی نمیتواند مانع آن شود که تصور شما صورت حقیقت پیدا کند، مگر همون قدرتی که این تصویر را ایجاد کرد، یعنی خود شما. جا برینت. جیمز رای. اشخاص مدتی به آن توجه میکنند، میگویند پر از اشتیاقم. این برنامه را دیدم و میخواهم زندگیم را تغییر بدهم. با این حال نتیجه حاصل نمی شود. اشخاص در قعر وجود خود میخواهند که این روی دهد، اما به نتیجه ها رویکی نگاه میکنند و میگویند این حرفا کاری را صورت نمی دهد و میدانید چی می شود؟ عالمی هستی میگوید فرمان بردارم، ارباب، و همین طور دیگرگونه صورت نمی گیرد. وقتی اجازه می دهید شبهه و دودیلی به ذهنتان رخ نکند، قانون جذب فوراً به شبهه شما سرمایه گذاری می کند و نتیجه به دست نمی آید. به جای آن بگویید می دانم که دریافت می کنم و این را احساس کنید. جان آساروف. من که به قانون جذب آشنایی داشتم میخواستم با هر راه از آن استفاده کنم و ببینم که چه اتفاقی میافتد. در سال 1995 تخته به نام تخته آرزو تهیه کردم. از آن زمان عکس آنچه را که میخواستم به آن دسترسی پیدا کنم روی این تخته میکوبیدم. همه روزا در کابینت کاریم می نشستم و به این تخته نگاه میکردم و آن عکس را در ذهن خودم تصویر سازی میکردم. احساس میکردم که پیشکی آن را به دست آوردم. با کوچیدن آماده شده ایستاده بودم. ما در مدت 5 سال 3 بار کوچیده بودیم تا اینکه به کالیفرنیا آمدم و این خانه را خریدم و همین اسباب و انجام را به این خانه انتقال دادم. صبح روز پسرم کینال به جای کار من آمد. یکی از جوانهایی که 5 سال درش باز نشده بود کنار دری کابینتم قرار داشت. پسرم پرسید در این جوان چیست پدر؟ با او گفتم اینها تخته های آرزو هستند. پرسید تخته آرزو یعنی چی؟ در جواب شرح دادم که خواسته ها و هدفهایم را روی این تخته ها درج میکنم. پسرم که 5.5 ساله بود البته از حرف من چیزی را نفهمید. با او گفتم عزیزم بگذار طرز کار را نشانت بدهم. دری کارتون را باز کردم. روی یکی از تخته ها عکس خانه بود که 5 سال قبل آرزوی داشتنش را کرده بودم. عجیب بود که ما در همون خانه زندگی میکردیم. نگاه به خانه انداختم و گریه هم گرفت. کینال پرسید چرا گریه میکنی پدر؟ جواب دادم بالاخره دانستم که قانون جذب چگونه کار میکند. بالاخره معنای تصویرسازی را یاد گرفتم. سرانجام معنای آنچه را خواندم درک میکنم. من به این که بدانم خانه آرزوهای خودم را خریدم. تصویرسازی در حکم همه چیز است. پیشنمایش جذب‌های آینده است. آلبرت اینشتین. مثال جالب دیگری درباره تصویرسازی وابسته به تجربه مادری من از خرید خانه نوی بود. بجز مادرم چند نفر دیگر خواهان خرید آن خانه بودند. مادرم تصمیم گرفت از روز استفاده کند و خریدار این خانه شود. او نشست و نامی خودش و نشانی نوی خانه را بارها نوشت. آنقدر نوشت که احساس کرد که این نشانی حقیقی اوست. چند ساعت بعد از این کار با او زنگ زدند و گفتند پیشنهادش پذیرفته شده است.
مادرم بسیار خوشحال شد اما تعجب نکرد، زیرا می‌دانست که این خانه از آن اوست. چه قهرمانی! جک کونفیلد تصمیم بگیرید که چی می‌خواهید. باور کنید که می‌توانید آنچه را می‌خواهید به دست آورده اید. باور کنید که شایسته آن هستید. باور کنید که به دست آوردنش برای شما امکان پذیر است. بعد همه روزه دقیقه چشمان خود را بپوشید. تصور کنید آنچه را می‌خواهید به دست آورده اید. توجه کنید که برای آنچه به دست آورده اید سپاسگزارید. از آن لذت ببرید. بعد کارها را به کائنات واگذار کنید. باور داشته باشد که کائنات می‌تواند خواسته شما را برآورده سازد. خلاصه راز: انتظار نیروی جذبی قدرتمند است. هر آنچه می‌خواهید انتظاری دریافتش را بکشید. هر آنچه نمی‌خواهید انتظارش را نکشید. حق شناسی و سپاسگزاری عملی قدرتمند است که انرژی شما را جابجا می‌کند تا آنچه را می‌خواهید به دست آورید. به خاطر همه چیزهایی که دارید سپاسگزار باشید. پیشکی به خاطر آنچه می‌خواهید داشته باشید تشکر کنید. این کار سبب می‌شود که به آنچه می‌خواهید دسترسی پیدا کنید. تصویرسازی عملی آفریدن تصویرها در ذهن است. در ذهن خود آنچه را می‌خواهید تصویرسازی کنید. وقتی تصویرسازی می‌کنید اندیشه و احساس قدرتمندی را تجربه می‌کنید. احساس می‌کنید که آنچه را می‌خواهید اکنون دارید. برای استفاده از قانون جذب به سود خود به آن همچون چیزی که وجود دارد عادت کنید. در پایان هر روز قبل از اینکه به خواب بروید حادثه‌های آن روزه خود را پیش نظر آورید. اگر حادثه مطابق میل شما نبود آن را به شکلی که می‌خواهید باشد در ذهن خود تصویر کنید.